سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه دوستای گلم. امیدوارم که حالا دل همتون خوب باشه. کنار استخر پرورش ماهی هستم و دارم از زیبایی ها اینجا لذت میبرم. امیدوارم که شما هم ببینید و لذت ببرید. در مورد احتیاط بچه ها یه چیزی بگم. قحط زدن در منجلاب احتیاط دقیقا مثل این میمونه که برخلاف جهت آب شنا کنه. نه تنها به مقصد نمیرسی بلکه خسته میشی و غرق میشی. فقط کافیه برگردی و با جهت آب همسوشی. اون موقع است که از شنا کردن لذت میبری و خسته نمیشی برای مقصد خواهی رسید. مشکل ما معتادا همیشه همین بوده که فکر میکردیم که کار درست ما انجام میدیم، ولی متاسفانه اینجوری نبود. ما همیشه بر خلاف جهت آب شنا میکردیم و هیچ زمانی به مقصد نرسیدیم و همیشه تمام کارامون رو نصف نیمه کاره ول میکردیم. این کار رو من شروع کردم، پرورش ماهی رو، و خوشبختانه یک هفته دیگه تمام و اولین کاری است تو زندگی که بدون مواد مخدر دارم به سرانجام میرسونم و از این بابت خیلی خوشحالم و خدا رو شکر میکنم. امیدوارم که روزی برسه که هیچ معتادی روی کره زمین در منجلاب اعتیاد غرق نشه. دوستتون دارم. خداحافظ همگی.